زیبا گو بچم تو میخوای که زن دائم تازه باشه، خب همین هم بزیمه تو هست. تو میخوای که زن گپی خوبت بگه، همین هم بزیمه تو هست. یعنی هر چیزی که ای زنت میخوای همون خوب شه، همون بزیمه تو هست بچه. این خیلی یک طرفه نیست. برای همین برادر عزیز دویم نفری را که پیامبر پیشکی گفت اینا داخلی جنتن، برادر عزیز کی بوده؟ زنی که شوهر از او راضیه. ولی حضرت انس حدیثی را میاره، جناب امام طبرانی در کتابش میگه که پیامبر گفت که الا اخبرکم به اهل جنه. عجایب سخنهای شیرین میگو حضرت، میگو بگومتون که مردکای جنتی کیه؟ قلنا بله یا رسول الله. گفتیم بله حضرت کیه؟ گفت النبی فی الجنه. حضرت خش اشاره کرد گفت پیامبرتون در جنت است. بعد از اون میگه حضرت ابوبکر در پهلوش بود گفت و صدیق فی الجنه. ابوبکر گفت در جنت است. بعد از اون گفت و رجل لا یزور اخاه الا لله فی الجنه. کسی برادری مسلمان شد به خاطر خدا زیارت بروه و هم در جنت است. بعد گفت الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه. بگومتون که زنای جنتی کیه؟ قلنا بله. گفتیم بله حضرت. گفت ولود ودود. یکم زنهایی که زاینده اند، میزایند. برادر عزیز این مراد از این اون نیست که زنهایی هستند که نازاینده اند، زنهایی هستند که نمیزایند. این معنی را ندارد که اینها جنتی نیستند، ولی از باب فضایل زنهایی که میزایند، البته اینها چه خیلی که آدمی است که حاضر نماز تهجد داره یا آدم نداره یا فرق میکنه. یک خواهری هست که لباس اسلامی شریعه میکنه، یک خواهری هست که همین 70% تنش مثال عریان میگرده، یا برابر نیستن. یعنی برتری هست، برتریه. زن میزایدگی ای زن نازاینده در قیمت قدر با بلندتره. گفت یکم دو ودود، زنکی که مردک دوست بدارن. ولی من با تاریخی هم تاریخ سوال گو میگم، مردم شوخی باری قبول میکنن، لیکن گفتم خیلی ها برای بپرسید. همین از مثال یک برای پرسیدن، پیامبر میگه که زنی که شوهرش را دوست بداره جنتیه. شما یک بپرسید که زنک ای همه چرا بسیار دوست میداری؟ که چی میگه؟ برای چی؟ برای چی نمیگه که مردک تره؟ برای برادر عزیز از تعلیمات دین دور شدن. ایجا هم برادر عزیز اهمیت دادن در کار. زنها که تعلیمات دین دور شدن، اگر بگوید ای همه چرا بسیار دوست میداری، خیلی الله دانای او چی میگه. لیکن اگه گمانی ما همه که هیچ وقت نامی تره نمیگیرن، نمیگه که مردک تره، میگه یکون چیز میگه او، لیکن نمیگه مردک تره دوست میدارم. برای برادر عزیز من علت چه میگم که اینها ای تعلیمات دین دور شدن، اینها ای خداشناسی دور شدن، اینها همین این صحبتی که ما و شما داریم اینها ندارن. یورن از همه جهت محدود که هستن. برادر عزیز از کجا دست این یا اسخانها بیاید؟ یا کتاب نمیخونن، تلویزیون ماندگی هیچ وقت کتاب هم که برای کتاب نمیخونن. سیم چی گفت پیامبر؟ کدام زن؟ گفت ایده غضبت او اسیه الیها او غضب زوجها. ولی بین چه عجیب یک کاری را حضرت بیان کرد که اکی اینش در ما گارانتی میتونم که درمان نیستیم، اینش در ما گارانتی میتونم. گفت وقتی مرد در بیرون در یک حالت ناگوار قرار داره، خیلی بیرون ده یک کارنامه چید، یک گپت با یک کس مقصد خوب نشید، یک قهر ملالی در تو هست، با همین خیلی حالت تو برادر عزیز خانه آمدی، در زده شید، در کشاده شید. پیامبر میگه وقتی زنی که اکو جنتی گفتیسته، یکم گو زایندش
دویمش که شوهر را دوست می‌دارد. سومش کسی که مردک که می‌بینه همین در چهره آدم برادر عزیز همش نمایانه. همین آدم غم داره یا شادی همون چهرت میگه وقتی دید مردک که حالتش حالت ناگواره، همین مردک در یگان کار مقصد مبتلا است. انا که زنی جنتی چیکار میکنه؟ میگه که انا زنی جنتی میگه در حال میگه هذه یدی فی یدی لا اکتحل بغمز حتی ترضا. میگه در حال وقتی که میبینه زنای جنتی میگه دیگه در دست مردک میگیره، دست در دستش میته، دستکش میقبه. مردک مقصد میبینید که ناراحتی، میبینید که چخیلی غم داری. چی غم داری؟ التماست میکنه مردک همین چیزی بود نبود خب همون بیرونده بگذار. اگر به خدا مردک چهره در تبسم پیدا نکنی لا اکتحل بغمزین، من این شب خواب نمیکنم. همین سخنها را بگه، همین زنان داخلی جنت. این شما برادرای عزیز اکو ایرا در زن امروزا مقایسه کنید. همین بدرام تری اولاد دا بالای سوختن مکاو میشود. بالای سوختن مکاو میشود. برای چی برادرها بین تعلیمات دینی ما را بین؟ همین است که ما قصه‌های زنها را میخوانیم. اینا ای حدیث‌های پیامبر برخوردار بودن که مردکاشون اسبشون اینقدر دعای نیکشون میدادن، یا زنها مقصد برفتن مردا اینقدر غمدار میشیدن. دویم برادرای عزیز نفری را که پیامبر قبلا بشارتی به جنت میده کی بوده است؟ زنی که شوهر از او راضیه. سیوم والمتصدقه بمهرها علی زوجها. سیوم نفری زنی که مهرش در عوضی اخلاق توفیق مردک میبخشد. وقتی خواستگار میاد دخترک میپرسد چخیلی بچه همی؟ میگن که حافظ قرآن هست. میگن 5 وقت نمازشو میخونه. تا این رو در دست یگان زنی بیگانه را نداشته. الحمدلله قرآن خوانه، الحمدلله مقصد اخلاق زیبا داره. بعد دخترک میگه که اگر همین آدم که حافظ قرآن باشه، همین آدم که مردک حلال باشه، من مهرم در عوض اون بخشیدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم.